اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما جعل الله لرجل من قلب فی جوفه. باید رمز موفقیت رو به دست آورد. باید دید که از کجا باید انسان شروع بکنه و چه کار بکنه. ایشان می‌فرمایند اگر من دو رکعت پروردگار قسمت بکند، من در جوف لیل، در اون تاریکی شب بلندشم به جا بیارم، برای من احب است از دنیا و ما فیها. خب دیگه فرمایش ایشونه، دو رکعت که با خدا صحبت بکنم. عزیز من، شما این رو یاد بگیرید، هر وقت که شد انشاءالله در معرض عمل بگذارید. عزیز من، دو رکعت نماز، روایت در ارشاد است که اگر شما وضو گرفتید و نماز نخوندید جفا کردید. اگر وضو گرفتید نماز کردید و از من حاجت خواستید، من ندادم، من جفا کردم و لست برب جاف. من پروردگار جفاکار نیستم. خب این دو رکعت رمز موفقیت است. در دل شب انسان بلند شه، صحبت بکنه با پروردگار. اعرض، بازم عرض کردم، باز هم عرض میکنم، اعرض اسرارک، اون چیزهایی که در دلته به پروردگار عزیز بازگو کن و خودت رو بدان که افخر عباده، فقیرترین بندگان خدا هستی. خود را چو ذره هیچ بدون در هوای دوش. هیچ ذره. اگر مهر او رو میخوای، محبت رو میخوای، باید خودت رو مثل ذره حساب بکنی. و اخل قلبک عن کل شاغل، هی شواغل رو در اثر توجهات به ذات مقدس حق، شواغل رو از قلب خارج کن، مشغول نکن. عزیز من، کلما یشغلک عن الله فهو صنمک. لازم نی من یه بت بذارم بپرستم. همینقدر چی مشغول کرده من رو از پروردگار. بعد اون وقت ببین که من ای دیوانن، از کدام دیوان اسمت خارج میشه. آیا از دیوان خدا نکرده اشقیا یا از دیوان سعدا؟ البته حالم میدن به انسان. اگر از دیوان سعدا باشه، مشعر بر این است که فلکل اذن و الامان فدخل. خود این حالت طمأنینه که در انسان حاصل میشه، علامت این است که علامت اذن، داخل بشو. عزیز من، عرض کردم این روایت مال سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه. ان العبد اذا تخلی بسید، خودشو خالی کرد، فی جوف اللیل و ناجاه اثبت الله النور فی قلبه. اما خب داره فیقول یا رب، 7 مرتبه در این روایت داره یا رب یا رب یا رب. عرض می شود فیقول جل جلاله، عرض می شود می فرماید سلنی اعتک و توکل علی اکفک. تو همین منقطع بشی، توکل
انقطاع از خلق به حق است. همینقدر که منقطع بشی من حاجاتتو میدم، از من سوال کن. خب این بابها منفتح است. حالا باید اون موانع رو و مسئولیت ها رو از بین برد، چون در روایت داشت خالی کن قلبت رو از شواغل، از چیزهایی که دلت رو مشغول کرده، بی حاصل، همش مانع از توجهات نسبت به ساحت اقدس حق است. اسکندر رو وقتی که سوال کردن که چرا معلمت رو اکثر از پدرت احترام میکنی، معلم روحانی ابون یعلمک ابون یزوجک، ابه عرض میشود خب اون یولدک، اونی که به توسط او سبب شده آمدی به دنیا، چرا اکثر از پدرت احترام میکنی؟ فقال لأن المعلمه سبب حیات باقیه است و والد من، پدر من که سبب شد من به دنیا آمدم، عرض می شود اون سبب برای حیات فانیه، اون سبب برای حیات باقیه. عزیز من، اگر انسان واقعا اهل پیمودن راه باشه، اون وقت میفهمد که فرمایش رهبر کبیر که فرمودند که تحصیل علم اخلاق در رأس علوم قرار داره. آیا یا جابر، انتحال به معنی ادعا کردن است. آیا کافی است کسی ادعا بکند اهل بیت رو، حب اهل بیت رو، یا خیر؟ آخه نشانی داره عزیز من. والله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه، شیعیان ما کسانی هستند که از پروردگار لااقل مرتبه اول تقوا که ترک محرمات و فعل واجبات است واجد باشند. پس اطاعت بکنید. لیس بین الله و بین احد قرابه، دیگه اینجا خاص خرجی نیست. احب العباد الی الله تبارک و تعالی اتقاهم و اعملهم به طاعته. هر کس پرهیزکاریش بیشتر، عملش کیفاً بیشتر، عرض می شود ما معنا براءتون من النار ولا علی الله لأحد من حجه. براءت از نار نداریم که مردم بدیم. من کان لله مطیعا فهو لنا ولیون. هر کس که بیشتر اطاعت پروردگار بکنه، کیفیت عملش زیاد بکنه، اون ولی ماست. و من کان لله آسیا فهو لنا عدوون. پس ملاک عداوت و دوستی رو ما فهمیدیم عزیز من. و ما تنال ولایتنا الا بالورع و تقوا. به ولایت ما آل محمد صلی الله علیه و خب حالا رفتیم دیگه توی صحبت‌های دیگه عزیز من، که اون کسی که عرض می شود در آیه شریفه داره مؤمن کسی است که مهاجرت بکند از بدیها. یا رسول الله شما بفرمایید معنی آیه شریفه. حضرت فرمود
المهاجر من هاجر السوء و المجاهد من جاهد هوا. واقعا یک شعری من نوشتم. خب اولا یک شب همینطور که استراحت کرده بودم دیدم که یه مصرع لنگه بیته، هر بیت 2 مصرعه. خب این یه مصرعه. بشناس قدر خویش که دریای گوهری. ما که قدر خودمون ندونستیم جوونا. معلم‌های خوب، اساتید درجه اول، اما ندونستیم قدر خودمون. خود چه به حال شما؟ بشناس قدر خویش که دریای گوهری، یعنی معدن جواهراتی عزیز ما. غواص در این دریا خود شما هستید، مستخرجش شما هستید عزیز من. ولی هر وقت این مصرع رو من خاطرم میاد خیلی دلم میسوزه که باید همینجا نوشتم. خب در ضمن حدیثشم بالاش نوشتم که 5 چیز قلب رو منور میکند. حضرت فرمود کثرت قرائت قل هو الله احد. یکی هم خب نه چندون بخور که از دهانت براید، نه چندون که از ضعف جانت براید. اینقدری مراعات در خوردن رو کردن و مجالست علما و دانشمندان و رهبران دین و مشی فی المساجد. بره در مساجد دادش جون، خانه پروردگارت برای زائر. در اینجا شما به زیارت پروردگار آمدید. وللمزوره علی الزائره حق. اونجا حقی هست برای اون مزور. اولا علم مستدرف پروردگار نصیب او میکند، خواهی نخواهی او را موفق به توبه میکند. عزیز من اون چند چیزی که بنده برای شما عرض کردم، پس اینم قلب رو منور میکند. حضرت فرمود یکم از صلات فی اللیل، اون نمازی که در جوف لیل بلند میشی عزیز من. اما حالا بخوایم که این شعرم فراموش نمی کنم. اگر خواهی بیا بی فیض دیدار، به جز این دلی دیگر به دست دار. دل باید به کمک پروردگار از تعلقات خالی کنی، که حضرت فرمود هر دلی که بسته به دنیا بشه، اون وقت اول چیزی که نصیبش میشه قصه های بی خودی. حالا اگر خواهی بیا بی فیض دیدار، به جز این دلی دیگر به دست دار. خب باید بری اون آرام جانو، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. عزیز من اون خانه رو عوض کردن و اون اتومبیل رو عوض کردن و راننده گرفتن و هی عرض و طول زندگی رو زیاد کردن، اونها هی تعلقات رو زیاد میکنه تا انسان رو هلاک بکنه. عزیز من باید رفت پی اون چیزی که باعث طمأنینه دل منه. اگر خواهی بیا بی فیض دیدار، به جز این دلی دیگر به دست دار. دلی اندر دل صاحب دلان است، که اون دل جای اون آرام جان است. اون آرام جان اون که عرض می شود هستی تو رو طمأنینه به شما میده، فراغت میده، تمام افکار واهی را
از صفحه دل خارج میکنه. به قدر 10 تا این که انسان اگزاسپان بخوره عزیز من، چطور اون خیالات واهی از اون خیالات واهی منخلع میشه، خالی میشه عزیز من. پروردگار عزیز بعد از اینکه سمت او رفتی این تعلقات رو، شواغل رو، همه رو از صفحه خاطر تو محو خواهد کرد. اما اگر خدای نخواسته توجهات کم شد، عرض می شود شغلا لا یتفرق عنه ابدا، خیالات بر قلب و دل شما مسلط خواهد شد. دلی اندر دل اون صاحب دلان است که اون دل جای اون آرام جان است. اون آرام جان در اون دل دیگه است که نداری. گر چنین دل تا که زوده است، بزن بر دامن صاحب دلی دست. این رهین مرهون همینه که تا از قید نفست وارهاند. تا توجهات به نفس و حجوزات نفس داری، آرام جان خبری نیست عزیز دل من که تا از قید نفست وارهاند، تو را تا منزل جانان رساند. اگر پوینده راه خدایی، نباشد جز محمد رهنما. از شتر ذوقت کمتر نباشه عزیز من. شتر وقتی ساربون عرض می شود شعر می خونه، 3 منزل ممکنه بره و علوفم بهش نده. ذوق شتره ها. حالا باید ذوق در شتر کمتر نباشه. اشعار یاد بگیری عزیز من و عمل کنی، حج کنی، بری سراغ آرام جان. آخه اینا چی گفتن؟ گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خویش را در خویش پیدا کن، کمال این است و بس. وقتی که موسی و هارون رفتن پیش فرعون، خب اون یه مرد بیخبری بود، تا حال ادعا می کرد که من خدا هستم. بعداً دعا کرد، بعداً گفت که خدایی غیر از من نیست. وقتی که رفتن اونجا عرض می شود حضرت پروردگار عزیز چی فرمود؟ فرمود اگر من بخواهم همون زیور و زینت و زرق و برق فرعون رو به شما بدهم، طوری خواهم داد که اون زرق و برق فرعون در کنار شما ناچیز باشد. اما من ولکن ارغب و انزالک لکما انزالک، من رغب ان وقتی متعدی به ان بشه لازمش این است که یعنی اعراض بکند. داداشجون من رغبت شما رو منصرف میکنم، دنیا رو به قدر ضرورت به شما میدم. کذالک عرض میکنم من اونها رو لعزودهم ان نعیمها، دنیا را این زرق و برق ها را از اولیاء خودم میگیرم. کما یزود الرائی غنمه ان مراتع الهلکه، شما را هلاک میکنه داداشون این زرق و برق ها. و انی لاجنبهم سلوکها کما یجنب الراع الشفیق ابله ام موارد الغره. اون کسی که
گوسفند دارد از علفهای مسموم گوسفندا رو بر حذر می‌دارد. عزیز من هم اولیاء خودم رو از اون دنیایی که برای اونها مضر است بر حذر می‌دارم. برای چی؟ برای اینکه به حد استکمال، به حد کمال نصیبشون رو از کرامت من دریافت بکنم. خب من به اونها معنویت میدم، من طهارت قلبی نصیب اونها میکنم، من با اونها صحبت میکنم در شب و نیمه شب، اونها رو از این زرق و برقها بر حذر می‌دارم. یه صلوات بفرستید. خب پس بنابراین مهاجر عرض می شود که در آیه شریفه داره، مهاجر اون است که از بدیهایی که پروردگار عزیز به توسط انبیاء خودش، اوصیاء خودش به شما ابلاغ کرده است، از اونها بر حذر باشید. و المجاهد من جاهد هوا اشجع الناس من غلب علی هوا. عرض می شود غلبه بکند بر هوای نفسش. وقتی که امام علیه السلام سوال کرد تو این اطلاعات رو از کجا پیدا کردی که هرچه من میگم تو میگی کجاست، رمزشو میگی؟ گفت ابن رسول الله هرچه دلم خواست برخلاف اون کردم. حالا عرض میشود حالا نقل کردن برای بنده مردشور این حرفا رو ببره. گفت وقتی که ما خواستیم بریم برای مراکش، سر راه در پاریس اونجا گفت یک کسی ندا میده زنده باد آزادی، زنده باد آزادی، همش آزادی میدونی یعنی چه؟ یعنی اسارت مطلقه، یعنی بنده هوای نفس بودن. همون آزادی مطلق، همون هرچی دلم میخواد، میخوام لخ را برم، میخوام هیچی تنم نکن، میخوام هر کی میخوام نگاه کنم، تمام محرم منه، عرض میشه هر طوری را برم، هر طوری حرف بزنم. این زندگی آزادی مطلقه. زنده باد این آزادی که کمال اسارت نفس است. قضیه اون شخصی بود که پاش دراز بود، گفت که پاتو جمع کن سلطان میخواد بیاد بره. گفت سلطان کسی نیست عزیز من، سلطان بنده منه. من نفس رو، اون آزادی مطلق که اونها میگن، این نفس رو بنده خودم قرار دادم و سلطان بنده منه. فهمیدی عزیز من؟ اونا اسارت مطلقه. هر کار عرض کردم گفتن بله یه جزیره است در فرانسه که مردم آزادی مطلق دیگه اونجا دارن، بعضیا لخت را میرن، بعضیا یه پیرهن نازک تنشون کنن، هر چی میخوان بگن، هر چی میخوان بخورن، هر چی. این آزادی مطلق است. به من گفت اینا رو نقل بکنم، اینا به چه درد میخوره عزیز من؟ اینا بربریت است و حیوانیت. انما تأصل اله به جوارحک و هی نعمت من الله علیک و امانت لدیک. این چیزی که اعضا و جوارحی است که پروردگار عزیز امانت در نزد تو گذاشته.
که اون آخر روز حیات شما عبدی ماذا صنعت فی امانتی، در امانت من چه کردی؟ دست امانت بود و پا و چشم و گوش و زبان، چه کردی ددشون به استعانت که به نعمت الله علی معصیته؟ این غایت کفران است. و خیانت کردی در امانتی که پروردگار به ودیعه در نزد تو گذشته است، این غایت طغیان است. و اعضاؤک رعایاک، اعضای تو رعیت‌های تو هستند. نفرمود کیف ترعاها و کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. دست حرف میزند که من رو با من این کارها رو کرد، پا حرف میزند که من رو در این مواضع برد ددشون. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. خب نسألک اللهم و ندعو باسمک العظیم الاعظم یا من هو اقرب الی من حبل الورید، یا من یحول بین المرء و قلبه، یا من هو بالمنور الاعلی، یا من لیس کمثله شیء. صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا مرضهای ظاهری باطنی در این بیمارستان ها هر جا اینها رو به کرم عمیمت شفا عنایت بفرما. لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه.